سلام و درود همراهان بسیار عزیز و به نهایت ارجمند. امیدوارم همگی خوب و سلامت و عافیت هستید. جورج کارلین درباره این زمان و آدمان میگوید تناقض زمان ما این است که ساختمان‌هایمان بزرگ و صبر و تحملمان کوچک گشته است. راه‌هایمان فراخ و چشماندازهایمان تنگ شده است. خرجمان زیاد و خود تنگ دستیم. زیاد میخریم ولی لذت نمیبریم. خانه هامان کلان و خانواده هایمان خرد شده است. امکاناتی راحتی بیشتر داریم اما وقت نداریم. تحصیلمان زیاد و هوشمان کم است. دانشی بهتر داریم و وضع را بدتر میدانیم. متخصص زیاد داریم و دشواری بیشتر از آن. طبی بهتر داریم و سلامتی بدتر. زیاد شراب میخوریم و سیگار میکشیم. بیهوده خرج میکنیم. خیلی کم میخندیم. خیلی تیز میرانیم. خیلی زود عصبانی میشویم. خیلی دیر میخوابیم. خیلی خسته از خواب میخیزیم. خیلی کم میخوانیم. خیلی زیاد تلویزیون میبینیم و خیلی کم نیایش میکنیم. دعواهای خود را افزایش و ارزش آنها را کاهش دادیم. از حد زیاد گپ میزنیم. محبتی کم و نفرتی بیش داریم. میدانیم چگونه زنده بمانیم اما نمیدانیم چگونه زندگی کنیم. عمرمان را دراز و زندگیمان را کوتاه کرده ایم. به ماه رفتیم و آمدیم اما به دشوار از راه میگذریم و همسایه را نمیشناسیم. کیهان را فتح کرده ایم اما کیهان جان را نمیبینیم. کارهای بزرگ میکنیم نه کارهای خوب. هوا را تازه میکنیم اما روح را آلوده. اتم را رام کرده ایم ولی خود در دام تعصب و خرافاتیم. زیاد می نویسیم اما چیزی نمی دانیم. زیاد نقشه می کشیم اما کم به دست می آوریم. شتاب را یاد گرفته ایم اما صبر را نه. ما کامپیوترهای ساختیم که اطلاعات هنگفت را ذخیره و نسخه های بیشمار از آن را در یک آن نشر میکنند اما همه روزه کمتر و کمتر به یکدیگر میرسیم. این زمان زمانی فست فود و غذاهای بدهضم و آدمهای بزرگ و روحهای کوچک و سودیابیهای زود و مناسبتهای دشوار است. دوران رشد درآمد عائله، افزایش طلاق، خانه های زیبا و خانواده های ویران است. زمانی مسافه های کوتاه، لباس های یک بار مصرف، اخلاق یک بار مصرف، علاقه یک بار، فربهی و داروهایی که ما را میبرانگیزند، آرام میکنند و میکشند. از یادتان نرود بیشتر با آنهایی باشد که دوستشان می‌دارید، زیرا آنها برای همیشه با شما نیستند. در یاد داشته باشید به عزیزان خود بگویید دوستت می‌دارم، اما این حرف از مغز دل باید خیزد. یک بوسه برای همدیگر زدن و یک بار در آغوش گرفتن اگر از ته دل است هر مشکل را در زندگی آسان می‌کند. دست در دستی هم بگیرید و از یکدیگر قدردانی کنید، زیرا میتواند شد که یک روز این شخص در کنار شما نخواهد بود. برای عشق و محبت، برای دیدار و صحبت و برای اظهار حرفای دلتان وقت پیدا کنید، زیرا زندگی نه به شماره روزهای عمر بلکه با لحظه های نشاطمند و بلند اندازه می شود. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بشنوید. ما برای شما بهترین ها را پیشنهاد میکنیم.